I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story. نیم ساعت گذشته رو بیرون نشستم و سعی می‌کردم یه داستان بسازم. I've been sitting حال کامل استمراری هست که ساختارش have یا has been به اضافه فعل و ing هست و نشون دهنده اینه که این عمل از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته. For the last half hour نیم ساعت گذشته trying to come up with a story trying به معنی تلاش کردن و سعی کردن هست و come up with a story به معنی به فکر چیزی رسیدن، فکر یا ایده مطرح کردن. مثلا میخوام بگم اون همیشه راه حل‌های خوبی مطرح میکنه. He always comes up with good solutions. That would explain my being here dressed like this. That would explain my being here dressed like this. که توضیح بده که چرا من با این لباس‌ها اینجا هستم. That would explain یعنی این میتونه دلیلش باشه و این عبارت زمانی استفاده میشه که یک اطلاعات جدید علت یک اتفاق را روشن میکنه و ما میخوایم اون رو توضیح بدیم. مثلا میخوام بگم اون کلیداشو گم کرده و این میتونه توضیح بده چرا نتونسته وارد شه. He lost his keys. That would explain why he couldn't get in. My being here به معنی حضور من اینجا یا اینجا بودن من و dressed like this به معنی اینطور لباس پوشیدن. And I wanted to come up with a story that would demonstrate quality. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities. میخواستم داستانی بسازم که یک سری ویژگی هایی رو نشون میده. معنی phrasal verb come up with a story رو توی عبارات قبلی توضیح دادم. اگر یادته لطفاً کامنتش کن. That would demonstrate qualities. Demonstrate به معنی نشان دادن و یا بیانگر چیزی بودن هست. The teacher demonstrated how to solve the problem. معلم نشون داد که چگونه یک مسئله رو حل کنیم. و qualities به معنی خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و یا حتی مشخصه هست. Honesty is an important quality in a friend. صداقت یک ویژگی مهم در یک دوست هست. That I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence. That I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence. که مطمئنم شما همگی اینجا تحسینشون میکنید مثل جدیت و سخت کوشی. I'm sure من مطمئنم you all admire به معنی تحسین کردن هست. مثلا میخوام بگم شجاعتش رو واقعا تحسین میکنم. I really admire her courage. Earnestness به معنی جدیت همراه با صداقت. Her earnestness made everyone trust her. جدیت و صداقتش باعث شد همه به او اعتماد کنن. و diligence به معنی سخت کوشی و کوشش مداوم و پشتکار هست. مثلا میخوام بگم پشتکار برای تسلط بر هر مهارتی ضروری هست. Diligence is essential for mastering any skill. So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? So the truth is I was arrested for failure to pay parking tickets. خب حقیقت اینه که من به خاطر نپرداختن جریمه پارک ماشین دستگیر شدم. The truth is یعنی حقیقت اینه که I was arrested دستگیر شدم. Arrest به معنی بازداشت کردن و دستگیر کردن هست. The police arrested him at the crime scene. پلیس اون مرد رو توی صحنه جرم دستگیر کرد. For failure to pay parking ticket. Failure به معنی شکست و ناتوانی هست و failure to do something به معنی شکست در انجام کاری یا عدم انجام کاری. Failure to pay نپرداختن. و تیکت علاوه بر بلیت به معنی قبض جریمه هم هست. مثلا speeding ticket به معنی قبض جریمه سرعت و parking ticket به معنی جریمه که برای پارک غیر مجاز هست. What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. قبل از اینکه دستگیر بشی داشتی چی کار میکردی؟ داشتم آپارتمانم رو رنگ میزدم. این سوال و جواب هر دو زمان گذشته استمراری هست که ساختارش was یا were به اضافه فعل و ing هست.
What were you doing؟ چی کار میکردی؟ که این گرامر برای موقعیتی استفاده میشه که کاری در حال انجام بوده و با یک اتفاق متوقف میشه. مثلا میخوام بگم اون داشت شام درست میکرد وقتی مهمونا رسیدن. She was cooking dinner when the guests arrived. I was painting my apartment که painting به معنی رنگ زدن هست. Jay says you're pretty determined. Jay says you're pretty determined. Jay میگه که تو آدم خیلی مصممی هستی. You're pretty determined. Pretty به معنی زیبا هست ولی اینجا به معنی خیلی و قید هست. She's pretty smart. اون خیلی باهوشه. و determined به معنی مصمم و با اراده هست. مثلا میخوام بگم اون مصمم است که موفق شود. He is determined to succeed. Jay, Yes, sir. how many times have you seen Chris? No, I don't know. Jay, yes sir. How many times have you seen Chris? I don't know. Jay, yes sir. Jay, بله قربان. How many times have you seen Chris? چند بار تا حالا کریس رو دیدی؟ I don't know. نمیدونم. How many times have you seen Chris? ساختار سوالی حال کامل هست که توی این گرامر از have یا has به اضافه قسمت سوم فعل استفاده میکنیم. how many برای پرسیدن تعداد دفعات استفاده میشه و از این گرامر استفاده کرده که بگی از گذشته تا الان چند بار کریس رو دیدی. مثلا میخوام بگم چند بار به اونجا رفتی. How many times have you visited that place? Is he ever dressed like this? No. No. Jacket and tie. Is he ever dressed like this? No. Jacket and tie. آیا او اصلا تا حالا اینطور لباس پوشیده؟ ever به معنی اصلا، تا حالا، هیچ وقت که حس تعجب و شک رو به همراه داره و گوینده انتظار نداشته که طرف رو اینطوری با این لباسا ببینه. مثلا میخوام بگم تا حالا پاریس رفتی؟ Have you ever been to Paris? Can I say something? I'm the type of person. Can I say something? I'm the type of person. Can I say something? میتونم یه چیزی بگم یا اجازه هست چیزی بگم؟ I'm the type of person. من از اون آدمایی هستم که can به معنی توانستن هست و برای گرفتن اجازه صحبت کردن وقتی میخوای مؤدبانه وارد گفتگوی کسی بشی و صحبت کسی رو قطع کنی این سوال رو میپرسی. Can I say something? I'm the type of person. Type of person برای توصیف ویژگی‌های کلی یک فرد استفاده میشه وقتی که میخوایم بگیم چه تیپ شخصیتی یا چه مدل رفتاری داره. مثلا میخوام بگم اون از اون آدمایی نیست که راحت تسلیم میشن. He is not the type of person who gives up easily. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. If you ask me a question, اگر ازم یه سوال بپرسی and I don't know the answer و من جوابشو ندونم I'm gonna tell you that I don't know. بهت میگم که نمیدونم. اینجا توی این جملات شرطی نوع اول رو میبینیم که به این صورت هست. if به اضافه حال ساده که اینجا if you ask me رو میبینیم و در ادامه از ساختار زمان آینده یعنی will یا going to به اضافه یک فعل ساده استفاده میکنیم که اینجا گفته I'm gonna tell you که gonna شکل محاوره‌ای و غیر رسمی going to هست. مثلا میخوام بگم اگه عجله نکنی اتوبوس رو از دست میدی. If you don't hurry, you're going to miss the bus. اگر خوب درس بخونی امتحان رو قبول میشی. If you study hard, you will pass the exam. But I bet you what? I know how to find the answer. But I bet you what? I know how to find the answer. But I bet you what? اما شرط می‌بندم که یا اما مطمئنم که I know how to find the answer. من میدونم چطوری جوابا رو پیدا کنم. bet به معنی شرط بستن هست ولی اینجا به معنی میدونم مطمئنم و جمله I bet you what حس اعتماد به نفس و قطعیت رو نشون میده. And I will find the answer. Is that fair enough? And I will find the answer. Is that fair enough? And I will find the answer. و من جواب رو پیدا میکنم. Is that fair enough? این منصفانه هست؟ این قابل قبوله؟
که اینجا I will find the answer یک حس اطمینان، قطعیت و اراده قوی رو نشون میده. و در آخر میپرسه is that fair enough برای اینکه تایید بگیره و میخواد نشون بده که پیشنهادش منطقی و منصفانه هست. ممنون که تا اینجا تماشا کردی. اگر این ویدیو و آموزش برات مفید بود حتما سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.